كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. برای چی انسان با چشمهای کشاده وفات میکند؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. بعد آنی که انسان وفات میکند، موافق سنت چشمهای او را باید بپوشانند. ولی برای چی انسان با چشمهای کشاده وفات میکند؟ جواب را ما میتوانیم از حدیثی که در کتاب امام مسلم آمده است ببینیم. از سلمه خداوند از او راضی باد روایت است که هنگام مرگ ابو سلمه پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد او آمدند. چشمهای ابو سلمه وقتی جان دادن کلان کشاده بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم چشمهای او را پوشانیده و گفتند: ان الروح اذا قبض تبعه البصر، یعنی چون روح گرفته شود چشم از او پیروی می کند. یعنی وقتی برآمدن روح از تن، چشمها کشاده آن را پیروی و نظر می کنند چی طور روح از بدن انسان خارج می شود. این است سبب آنی که انسان هنگام وفات کردن چشمهایش کشاده هستند. برادر و خواهر ایمانیم، این روحی که در بدن ما هست، این امانت از جانب الله است. پس بر این امانت خداوند خیانت نکنیم. روزی می آید که خداوند این امانت خود را از ما می گیرد و از خداوند طلب می کنیم که این دنیا را با نور ایمان و با گفتن کلمه شهادت ترک بکنیم تا در آخرت از جمله نجات یافتگان بگردیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.